ناتالیا پس از سالها آموزگاری در روسیه به تاجیکستان آمد تا نورسان تاجیک را درس بدهد. من اینجا با قلبی پاک آمدم. فرزندانم که هنوز مکتب خوانند و در روسیه ماندند هنگام گسیلم گریستند. ولی من باید به تاجیکستان می آمدم چون اینجا هم بچه ها مرا انتظارند. ناتالیا شب 31 اوگوست با یک گروه 26 نفره معلمان روس وارد تاجیکستان شد و با راهبر مکتبی که قرار است در آن کار کند به ناحیه رودکی رفت. مسئولین میگویند فعالیت گروه آموزگاران در سال گذشته ثمره خوبی داد و قرار شد باز هم آموزگاران نو جلب شوند. الکی نتیجه هست. ما میدانیم که بچه های تاجیک در المپیاده ها اشتراک کرده جای های نمایان را هم در داخل و هم در خارج گرفتند. همراهان ناتالیا مثل او به منطقه های گوناگون تاجیکستان رفتند. آموزگار زبان و ادبیات روس هستم. باید در یکی از مکتب‌های ناحیه باباجان غفوروف در سوخت درس گویم. نمیدونم این در کجاست، اما امیدوارم مرا راهنمایی میکنند. باباجان غفوروف. همه ساله صدها جوان تاجیک برای کار و تحصیل بر روسیه می روند. از این رو بسیاری ها دانستن زبان روسی را مهم می دانند. نه تنها روسیه، تمام کشورهای جهان ده مردی کار در کار نیست، متخصصی ورزیده لازم است. سال گذشته روسیه به تاجیکستان 30 آموزگار زبان روسی فرستاده بود. امسال تعداد آنها بیشتر شد.